روز 1 سپتامبر سال 2022 در حدود یکی از واحدهای کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان در ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان مراسم سپردن نقطه بود و باش موقتی پناهندگان احتمالی برگزار شد. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که در این مراسم رئیس این کمیته جنرال پلکوونیک رستم نظرزاده سرور نمایندگی کمیسریت عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در تاجیکستان مولگتا زویدی، جانشین سرور خزینه کودکان سازمان ملل در تاجیکستان زینب عزوی، اجرا کننده وظیفه اماهنگساز دائمی سازمان ملل در جمهوری تاجیکستان، سرور نمایندگی سازمان جهانی اوضاع‌خواری در تاجیکستان جناب ادهم مسلم، رهبران و نمایندگان سازمان‌های بین المللی مقیم تاجیکستان شرکت کردند. جنرال نظرزاده در این مراسم به شریکان بین المللی برای دستگیری اظهار سپاس نمود و گفت تمام تلاش‌های حکومت تاجیکستان برای رسانیدن کمک فوری به اهالی نیازمند روانه کرده شده است. در سخنرانی خود مولگت زویدی، زینب الزوی و ادهم مسلم اظهار داشتند که در آینده نیز برای تحکیم ظرفیت‌های کمیته ایالت‌های فوق‌العاده در سمت پیشگیری و برطرف‌سازی پیامدهای آفت‌های طبیعی همکاری خواهند کرد. پناهگاه در ناحیه جلال‌الدین بلخی ساخته شده برای نزدیک به 100 عائله پیش بینی شده است. این اردوگاه با خیمه‌ها، ظرف‌ها برای آشخانه، ظرف‌ها برای آب، بطاری‌های آفتابی، وسایل خواب، آب و نوشاکی، قوه برق، دوش و حاجتخانه و دیگر واسطه‌های برای روزگذرانی ضرورت تامین کرده شده است.